امروز یه دسته PS4 اومده بود که یه مشکل عجیبی داشت. الدواردوش خودش بدون اینکه کسی بهش دست بزنه حرکت میکرد. این مشکل میدونه چند تا دلیل داشته باشه و نباید همون اول سراغ تعویض قطعه رفت. اولین حدسم ریبون یا محل اتصال ریبون به برد بود. چون خیلی وقتا با یه شل شدن یا کثیف کانکتور این مدل ایرادها پیش میاد. برای همین دسته رو باز کردم و تصمیم گرفتم زیر فلز ریبون یه پد نازک بذارم تا اتصالش محکم‌تر بشه. این نکته رو یادتون باشه، همیشه از ساده ترین و کم هزینه ترین احتمال شروع کنید. خیلی از تعمیرها بدون تعویض قطعه حل میشه و لازم نیست مستقیم سراغ آیسی یا قطعه حساس برید. بعد اینکه پد رو گذاشتم دسته رو تست کردم ولی متأسفانه مشکل همچنان وجود داشت، یعنی فهمیدم حدسم درست نبوده و باید سراغ مرحله بعد برم. اینجا احتمال دادم که مشکل از آیسی مربوط به کنترل دسته باشه. برای همین کانکتورهای ویبراتور رو جدا کردم، بر رو روی گیر ثابت کردم و روی آیسی مقدار خمیر فلکسی زدم تا موقع کار انتقال حرارت بهتر انجام بشه. بعد با حویه یه هیت ساده بهش دادم. هدف این نبود که آیسی رو تعویض کنم، فقط می‌خواستم اگه پایه دچار سرد لئیمی یا اتصال ضعیف شده باشه دوباره اتصالش برقرار بشه. البته این کار باید با دقت زیادی انجام بشه چون حرارت زیاد میتونه به برد یا خود آیسی آسیب بزنه. بعد از اتمام کار قبل از اینکه دسته رو کامل ببندم یه تست گرفتم. خوشبختانه این بار آردوئلدوش کاملا طبیعی کار می‌کرد و مشکل برطرف شده بود. بعد از مطمئن شدن از نتیجه کانکتورهای ویبراتور رو دوباره بس کردم، دسته رو کامل بستم و یک تست نهایی هم گرفتم تا مطمئن بشم دکمه‌ها و آلونگ‌ها بدون مشکل کار میکنن. این مدل تعمیرها یه بار دیگه ثابت میکنه که توی تعمیرات مهمترین چیز ارزیابی درسته. اگر بدون بررسی مستقیم قطعه عوض کنی هم هزینه بیشتری روی دست مشتری میذارید، هم ممکن اصلا مشکل اصلی حل نشه. اگه ویدیوهای تعمیرات کنسول و دسته بازی براتون جذابه حتما کارا رو دنبال کنید چون سعی میکنم تمام مراحل ارزیابی و تعمیر رو به صورت واقعی و بدون حذف کردن مراحل باهاتون به اشتراک بذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.